السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. همه شما پدرهای عزیز، برادرای اسلامی، با این روزی خیلی پراجر و پرثواب که به نام این روز سوره در قرآن مقدس آمده است، تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه با شما قبول دعاست، ساعتهای قبول دعاست، دعا میکنیم. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. پروردگارا، از تو درخواست داریم، از تو سوال میکنیم که بر همه آن کسانی که طلب کننده علم هست، علم نصیب بگردان که به فایده بندگان تو باشد، به فایده اسلام و قرآن تو باشد. و خدایا، از تو درخواست داریم که بر ما از هر وجهی که باشد رزق حلال را مهیا بگردان. و خدایا، دیگر درخواست ما بندگانت این است که زبانهای ما را یاد کننده بگردان به نام خودت و دلهای ما را ترساننده بگردان و ما را خدایا از جمیع بیماری ها شفا نصیب بگردان. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع و من عمل لا يرفع و من دعاء لا يسمع و من لسان لا يذكر و من قلب لا يخشى و من بطن لا يشبع. خدایا، از علمی که به فایده بندگانت نباشد، به فایده اسلامت نباشد، به سوی تو پناه طلب میکنیم. پروردگارا، از زبانی که یادی تو را نمی کند، از دلی که از تو نمی ترسد، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. و خدای مهربان، از آن شکمی که اصلا سیر نمی گردد، به سوی تو پناه طلب میکنیم. اللهم اجعل خیر عمرنا آخره و خیر اعمالنا خواتمه و خیر ایامنا یوم لقائک. خدایا بگردان از عمر ما بهترین روزهایش را فقط روزهای آخرش را، زیرا که روزهای آخر خیلی ضعیف هستیم و اعضاهای ما درمند هست و رحلت امانت تو هست. پروردگارا، آخر حیات ما را خوشبخت بگردان، نیک بگردان و از عملهای ما باشد پروردگارا، آخر عملها ما عملهای نیک بگردان و بهترین روز را برای ما همان روز بگردان که با جمال جهان آرای تو روپرو شویم. خدای، عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. خدای، تمام ارواحایی که امید دعا دارند روحانیتشون شاد بگردانی، قبرهاشون پر نور بگردانی. مسافرانی که از جانب این جمعیت ما و شما هستند، فرزندها هستند، خدایا سفرهای با برار و بی غلط و بی خطا خدایا نصیبشان بگردانی. صحت بردی، سلامت برگشته بر خاندان آمدن موفقشان بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه گذشته چگونه که به شما وعده دادیم
که دوامی موضوع نشانه‌های قیامت را به سمع شما میرسانیم. الحمدلله که این ساعتم بالای ما دستیاب شد و الحمدلله که ما و شما باز در قید حیات هستیم، روپرو هستیم و میخواهیم که آن چیزایی که پیغمبر خدا از نشانه‌های قیامت به ما و شما خبر دادن یک جایه گوش اندازید. عن ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال بادروا بالاعمال سبعا حتى تنتظروا الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او ساعة فالساعة ادهى وامر. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. این حدیث از زبان پیغمبر خدا و از محب او و یار او ابو هریره روایت می گردد. این حدیث را افتتاح سخن من از این حدیث شروع کردم، زیرا که در داخل این حدیث بعضی از عملهای هست که به نشانه‌های قیامت تعلقت دارد. ابو هریره را همه ما و شما شناختیم، از جمعه پیشین دانستیم ابو هریره کی بود. ابو هریره یکی از محبای پیغمبر خداست. 4 سال حضرت از سال 7 هجری تا دم آخر حیات پیغمبر خدا که 11 هجری در خاتمه یافت 4 سال در صحبت پیغمبر خدا بودند. 4 سال شبانه روز خدمت پیغمبر خدا را کردند. خوش به حال شد، خوش به حالشان که جمال پیغمبر خدا را دیدند و دعای پیغمبر خدا را گرفتن که از زبان او من بر شما روایت کردم که در دل همه ما و شما محبت ابو هریره داخل شد. محبت مادر ابو هریره داخل شد به سبب دعای پیغمبر در حق ایشان. لکن به زمین این قدر محبتی که به پیغمبر داشت، حضرت بسیار قشاق بودند، بسیار فقیر بودند، هیچ چیز از دنیا چیزی نداشتند. خود حضرت میگوید والله میگوید قسم به عظمتی خداوند که تا 3 روز میشد که ابو هریره چیزی یافته نمیتونست. تا 3 روز. ما و شما روزه ماه مبارک میگیریم که در بین از سحر میخوریم تا بیگاه میخوریم، بین 10 ساعت یا 15 ساعت فرق کننده ده حال ما چقدر دیگرگون میشود. حضرت میگوید 3 روز در مسجد پیغمبر خدا دیگر راستا نماز خواندن نمیتونستم. مردم گمان میکردن ابو هریره دیوانه شده است، لکن من دیوانه نبودم، والله که من گرسنه بودم، چیزی نبود. روزی میگوید شب بود، یک قسم شب بود، از خانه بیرون شدم، در خانه چیزی یافت نشد. گرسنگی مرا خیلی وزنین آمد، مشکلات بالام پیدا کرد و از خانه بیرون شدم به امیدی که شاید یگان مسلمان چیزی برای من یافت کند. مادام یک قسم شب که گذشته بود بیرون کوچه برآمدم، نگاه میکنم 6 نفر دیگر در قد یک کوچه حلقه نشستگی هستند. نزدیک آنها رفتم. ابو هریره حکایت میکند نزدیک آنها رفتم و پرسان کردم ای دوستان خدا، ای همنشینهای پیغمبر، چی شما را مجبور ساخت که در این یک شب شما خانه های خدا ترک کردین؟ آنها گفتند ابو هریره خوب میشد که ما از زبان تو میشنیدیم، تو را چی مجبور کرد که بیرون از خاندان شدی؟ ابو هریره گفتند قسم به عظمتی و بزرگی خدایی که ابو هریره را آفرید و خلق کرد،
چیزی که مرا از خانه بیرون کرد این گرسنگی بود. با امید او من بر کوچه برآمدم تا که مسلمان یافت شود که چیزی برای من نصیب بگرداند. این 6 نفر هم در برابر آواز ابو هریره چی گفتند؟ ابو هریره، قسم بر آن ذاتی که محمد را با حقیقت آفریده است و فرستاده است، ما هم از همین سبب بیرون از خاندان شدیم. صحابه پیغمبر خدا در کدام حالت قرار داشتند؟ یافتن مال حرام آسان بود، لکن در حالت وزنینی هم به حرام نزدیک نمی شدند. فقط از وجه حلال می خواستند چیزی یافت کنند و بخورند، زیرا می دانستند که رسول اکرم گفته بوده است کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به. تمام جسد، کدام جسدی که از حرام آب و تاب می‌یابد، اون جسد زیبنده آتش دوزخ است. این حدیث پیغمبر خداست. اونا این حدیث هم می‌دانستند. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن یک جای خانه پیغمبر خدا میریم و این شکایتی گرسنگی را نزد ایشان میکنیم، شاید به ما و شما چیزی نصیب بگرداند. یک جای آمدن نزد پیغمبر خدا، در این آفتاب تابان تق تق کردند. حضرت نه شب خواب بود و نه روز خواب بودند. غمی اومد، عبادت. حتی عایشه صدیقه میگه چنان پیغمبر شبها نماز میخواند کفهای زانوی پیغمبر به زانوی آدم مانند نبود، مگر میگفتی پای شتر است. اینقدر ورم میکرد. میگفتم پیغمبر خدا، تو را خداوند اول و آخر گناه تا بخشیده است، اینقدر عبادت بهر چیست؟ حضرت میگفتند یا عایشه هل اکون عبدا شکورا، آیا من بنده شکر کننده نباشم؟ حضرت عبادت میکردند. در را گشادند، نگاه کردند 7 صحابه پیغمبر خدا نزد دروازه حضرت ایستادگی هستند. گفتند مقصد مطلوب در این 3 شب چی آرزو دارین؟ گفتند حضرت گفتند گرسنه ماندیم، نزد دربار شما آمدیم. رسول اکرم در حال جیغ زدن، یک کاسه خرمای را میگد نزد پیغمبر خدا آوردن و حضرت هر کدام اونها را میگد 2 دانه داد. ابو هریره میگوید 2 دانه هم بر من داد. 2 دانه خرما چی میشود؟ 2 دانه خرما داد و گفت از پس این یک ظرف آب بنوشین تا سحر، این برای شما کفایت کننده. ابو هریره میگوید 1 دانه‌ش خوردم و 1 دانه دیگه‌ش میگه در جیب خود گذاشتم، زیرا که مادرم هم حالش خیلی وزین بود. برای مادرش مسلمان شده بود. من قصه مادرش بر شما جمعه پیشین گفته گذاشتم. رسول اکرم میگه وقتی این حالت از من دید، گفت ابو هریره چرا دانه خرما را پنهان کردی؟ گفتم بهر مادرم. گفت و یک خور گفت این 2 دانه دیگر با داد، ایرا برای مادرت ببر. چگونه یک پیغمبری مهربانی داشتیم، غم همه را میخورد، لکن ما و شما امتی بے پروا هستیم. در قد راه ابو هریره میگوید روزی میگد من از گرسنگی زیاد میگد دیگر از جام قائم شده نمیتونستم. در راه افتیده بودم، به ناگاه نگاه کردم که ابوبکر صدیق از بالا آمده ایستاده است. وقتی راستی من که آمد ایشان من کردم. گفتم ابوبکر یک سؤال میگه از قرآن دادمش. راستی بار میگه این یک بهانه بود. ابوبکر من خاطری او من کردم که تا که مرا همراه خودش به خانهش برد. مقصدی من سوال دادن و جواب گوش کردن نبود، مقصدی من همین بود که تا که ابوبکر مرا همراه خود به خانهش برد. لیکن ابوبکر که از خانه خودش درکدار بود که در خانه چیزی نیست، میگه به من توجه نکرد. از پسی عمر آمد. عمر ده میگه همچنان شکایت کردم، سوال دادم. عمر هم که در خانهش چیزی نداشت، حضرت‌ها چیزی نداشتند. در حالتی که عمر در خلافت نشسته بود، وقتی خواستگار به خانه علی روان کرد، دختر علی گفت من عمر را نمیگیرم. برای چی نمیگیری؟ برای نان عمر خورده نمیشود، سخت است. حالت مشکلات. عمر میگه گذشت. بعد از اون میگه پیغمبر خدا میگه نگاه کردم که از پس ایشان آمده ایستاده است.
براستی من که رسید آثار گرسنگی را در چهره من مشاهده کرد. گفت ابو هریره از پس من به خانه من بیا. از پس پیغمبر خدا میگد به خانه رسول اکرم داخل شدم. یک ظرف میگد پر از شیر بود پیش من آورد و گفت اول گفت ابو هریره پیش از آنی که تو این شیر را می نوشی رفته اصحاب صفه را، اون کسانی که در مسجد حلقه نشسته بودند، اونها را هم دعوت کن تا که از این شیر تناول کنند. میگد من داخل شدم. در راه وقتی آمدم خیلی غمگین شدم. یک ظرف شیر چی می شود؟ اصحاب صفه 10 نفر 20 نفر است. برای من اون قدر میرسد که من قوت پیدا نمیکنم. لیکن امر پیغمبر خدا بود. آمدم اصحاب صفه را میگد گرفته آوردم. رسول الله در دست من ظرف داد که یک یک تقسیم کن و هر کدام او میدادم. این معجزه پیغمبر بود. بس سری میگم می نوشید، باز میگرفتم در دست دیگرش میدادم. همچنان همه اونها که انجام یافتند، پیغمبر خدا به سوی من تبسم کرد و گفت ابو هریره فقط تو ماندی و من ماندم. گفتم بله پیغمبر خدا. گفت بنوش. میگد یک نوشیدم، چنان نوشیدم که یعنی یک بدن من حس پیدا کرد، یک قوت در وجود من پیدا شد که من شیر نوشیدم. وقتی باز دراز کردم رسول الله گفتند ابو هریره باز بنوش. باز نوشیدم 4 بار 5 بار پیغمبر خدا گشته و برگشته بر من میگفت شیر را بنوش، شیر را بنوش. از اون حالت و از اون سخنی که من در راه در دل خود گذرانیده بودم پیغمبر خدا آگاه شدند. در آخر گفتم پیغمبر خدا قسم به بزرگی خداوند این که دیگر راه شیرنوشی ندارم، سیر شدم. پیغمبر خدا میگه آخران خودش بد نوشید. این گونه مشقت ها و مصیبت ها را اصحاب پیغمبر خدا از سر گذرانیدند. از این خاطر به سر کدام ما و شما اگر چی مشکلاتی می آید اینها را پس سر کنیم، اینها را برداریم، تحمل کنیم. در حال برای 4 سومی که 1 ماهه یا 1 ساله و یا 10 ساله ما و شما قناعت میکردگی دینهای خودمان دیگرگون نکنیم. در حال تسلیم در پیش هیچ دشمنی از خدا نشیم. همین حضرت چی گفتند؟ ابو هریره گفتند پیش از آنی که 7 حالت شما گرفتار میشوین باید که به عملهای صالح حرکت کننده باشین. یعنی چی قدر میتونین در حیات خودتان در عملهای صالح به حد به سرعت باشین، حرکت کنین. هر ساعتی که از شما برای شما موافق می آید کاری کنین که در عمل صالح انجامش بدین. برای چی؟ زیرا که 7 حالت بالای شما می آید. یکم گفتن الا فقرا منسیا، شاید که شما کم بغل شین، شاید شما فقیر شوین و حالت فقیری چنان حالتی هست که شما را پریشان خاطر می سازد، شما را فراموش خاطر می سازد، شما را سرگردان می سازد. دیگر به عملهای صالح شما چنگ زده نمی توانید. در اصل فقیری خیلی کاری مشکل است. در فقر صبر کردن هم این کاری هر یک بنده مؤمن نیست. خیلی حالتی مشکل است. مرد اگر نادار گردد غیرتش کم می شود، آبروی او بریزد همچو خاکستر شود. نطفه فرزندی نر در پشت مردی قرضدار یا عرق گردد بریزد یا زیغم دختر شود. خیلی مشکل است. لکن رسول اکرم فقیرها را گفتند شب معراج اطلعت فی الجنه فرأیت اکثر اهلها الفقراء. من شب معراج وقتی که جنت سیر کردم در داخل جنت اکثر اهل جنتی ها را دیدم که فقیرها بود، کم بغل ها بود. او غنى مطغیا. حضرت گفتند یا شاید که شما بای شوین. رسول اکرم میگوید شاید ای امت من شما بای شوین، با دولت شوین و مطغیا سرکش شوین، دیگر عملی صالح را انجام دادن نمیتونید. چگونه ای که امروز
صاحب دولت، صاحب سولت میشوند و طغیان میورزند، از خدای خود انکار میکنند، بجز عملهای قبیح و عملهای خطا به عمل صالح چنگ نمیزنند تا وقتی که با دولت چه خدا نگیرد از دستش. او مرضا مفسدا، گفتن سوم حالتی که شما البته دوچار میشین این است که شاید که شما بیمار شوین، اعضاهای شما فرسوده می شود، شما قوت دیگر عمل صالح کرده نمی توانید. چهارم، من مختصر برای شما میگذارم، او هرما مفندن، یا شما شاید که پیر شوین، دیگر آن عبادتی را که شما در جوانی، آن عمل صالحی که در جوانی کرده میتونستین در حالت پیری کرده نمیتونید. موسفیدایی که در جمعیت ما هست، شما برای حقیقت این حدیث پیغمبر خدا از اونها پرسان کنین چگونه عبادت میکنن. به فرض گر رسی بر پیری ای یار، سعدی میگد به فرض گر رسی بر پیری ای یار، قدی پیران ندارد طاقتی بار، دیگر ندارن طاقت. اون عبادت و اون عمل صالحی که شما جوانها در این جوانی میکنین در پیری دیگر او را به جا آوردن نمیتونید. او موتا مجهزا، عملهای صالح را انجام دهید. پنجم حالتی که بالای شما میاد این است که مرگ هست، که وقتی شما دوچار چنگال مرگ شدید دیگر عمل صالح کردن نمیتونید. او دجال فشر غائب ینتظر، ششم حالتی که بالای شما میاد این دجال است. دجالی که تمام دنیا را سیر میکند، تمام مردم را گمراه میکند، بغیر مردم مکه و بغیر مردم مدینه. دیگر تمام مردم از این دجال خلاص نمییابند. این حالت هم گفتن شاید بالای شما بیاید و شما دیگر عمل صالح را انجام داده نتونید. او ساعت فساعت ادهى و امر، هفتم حالتی که شما دوچار میشین این قیامت است. گفتن پیغمبر که خیلی روزی آزمودن و خیلی روزی بزرگی هست. از این خاطر بادروا بالاعمال، در عملهای صالح چقدر میتوانین حرکت کننده باشین. چگونه ای که ما و شما در یک کار دنیوی چقدر سراسیمه هستیم، کاری میکنیم که تیزتر کاری همین روز انجام بیابد، در عملهای صالح هم باید ما و شما همچنان باشیم. برای چی من عمل صالح را برای شما اولی سرسخن آغاز کردم؟ زیرا رسول اکرم نشانه قیامت سر میکنیم. چی میگوید؟ خود ابو هریره باز روایت میکند از رسول اکرم، یتقارب الزمان، زمان میشود. گفت پیغمبری خدا چه زمان است؟ ینقص العمل، قیامت قائم نمیشود تا زمانی که زمان بالای شما میآید که دیگر عمل صالح شما انجام نمیدهید. تمام عمل صالح از بین مردم برداشته می شود. همه مردم دیگر چیکار میکند؟ فقط کاری که خلاف شریعت است به همو دست میزند. ینقص العمل، گم می شود عمل صالح تمام. دیگر هیچ کس نماز نیست، زکات نیست، حج نیست، روزه نیست، احترام پدر و مادر نیست، آمدن مسجد نیست، همه اینها از بین برداشته می شود. پیغمبر میگوید این یکی از نشانه های قیامت است. و یلقى الشح و تظهر الفتن، دیگر نشانه قیامت پیغمبر خدا گفتن حرص زیاد می شود. حرص در بین امت من بی نهایت می افزاید. بدبینی، بخیلی، حرص گفته بخیلی را میگن، بدبینی را میگن، کینه را میگن، عداوت را میگن. اینها گفت در بین امت من زیاد می شود. در اصل اگر امروز ما در همین زیر این کلمه اگر قرار هم دهیم خطا نمیکنیم. امروز چگونه بدبینی ها هست، چگونه بخیلی ها هست، چگونه کینه و عداوت، چگونه قهر کردن، همه اینها الحال در زمان ما و شما چی شد؟ فاش شد، آشکار شد.
حالان که رسول اکرم میگوید ایاکم والحسد، ابو هریره روایت میکند از خدا بترسین و در حق هیچ برادر مؤمن حسد نورزین و خیلی نکنین. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. پیغمبر خدا گفتند زیرا این که بخیلی شما، حسد شما نیکی های شما را میخورد چگونه ای که آتش هیزم را میخورد. چگونه ای که آتش هیزم را میخورد نیکی های شما باقی نمیماند. وقتی که شما با یک برادر مؤمن شما چیکار میکنید؟ حسد میورزید. رسول اکرم میگه ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا و كونوا عباد الله اخوانا. امتان من حسد نورزین، کینه و عداوت با یکدیگر نکنین. وقتی خرید و فروش میکنین یک برادر تا در خرید و فروش فریب و خیانت نکن. ولا تدابروا، با یکدیگر قهری نکنین، از یکدیگر رو نگردانین، بلکه چیکار کنین؟ کنو عباد الله اخوانا، همه شما بندگان خدا باشین، با یکدیگر با ایثاق برادر باشین. المسلم اخو المسلم، پیغمبر میگوید مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلموه ولا یحقروه ولا یخذلوه. باید مسلمان را خار نسازد، مسلمان را تحقیر نکند، مسلمان را ظلم نکند. میگوید پیغمبر کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. خون مسلمان، مال مسلمان، آبروی مسلمان برای یک مسلمان دیگر حرام است. حضرت کرخی که به کرخی مشهور است حکایت میکنن برادری را ببینین. ما و شما باید که این مثال هایی که الحال برای شما میارم مثل اینها باشین. از بخیلی کردن قدر هیچ برادر مؤمن کم نمی شود. زیرا خدا میگوید تعز من تشاء و تذل من تشاء. خار میکنم کدام بنده ای را که میخواهم من خار میکنم و آبرو میبخشم هر بنده ای را که میخواهم من میکنم. هیچ کس نمیتواند ایرا کردن. فقط شما از حساب حسد و بخیلیتان نیکی هاتان از دست میتونید خلاص. کرخی میگوید وقتی در یک کوچه یکی از دوستان خدا میگه من کرخی را دیدم. حضرت کرخی میلرزید از سرمای بیرون، از سرمای خنکی. بر او گفتم کرخی شما لباس گرم دارید، چرا لباس گرم نمی پوشید تا که بدن شما مثل این بدنهای فقیرها و مسکینها نلرزد؟ حضرت گفتند در اصل من لباسی که خود را از سرما محافظت کنم نزد من هست، لکن دستی نارسا دارم تا که به فقیرها و مسکینها خیر احسان کنم. برای همدردی دل فقیرها و برادرای خود در برابر آنها با یک لباس خالی می ایستم، می لرزم تا که اونها هم لرزیدن من هم می لرزم. یعنی فقط همدردی من به همین شود. اگر دستی من می رسید من برای همه اینها لباس می خریدم، لیکن مادام لباس اینها ندارن من وقتی می پوشم بدن من آرام گیرد و بدن برادر من لرزد. گفت این برادری نمی شود. من هم برابر اینها بدن خدا می لرزانم و در خنکی طاقت می کنم. حضرت یوسف می گوید چقدر با دولت بودند، انبارهای خیلی زیاد از تمام خوراکه داشتند، لکن دائم روزه می گرفتند. وقتی از او پرسان کردند یوسف چرا تو دائم روزه دار هستی؟ چی می گفت؟ می گفت زیرا که امروز فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند. اگر من دائم سیر بگردم پس رحم برادر بر برادر چگونه انجام یافته باشد؟
من برای خاطر آنی که فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند من هم چیکار میکنم؟ من هم روزدار میگردم تا که همدردی خود به آنها